غسل. الله سبحانه و تعالی انس و جن را برای عبادتش آفریده است و نماز و طواف بر خانه خدا و قرائت قرآن از جمله عبادات به شمار می روند. غسل قربت هایی می باشند که به وسیله وضو به پاک الله سبحانه و تعالی انس و جن را برای عبادتش آفریده است و نماز و طواف بر خانه خدا و قرائت قرآن از جمله عبادات به شمار می روند و همه آنها قربت هایی می باشند که به وسیله وضو به پاکی از حدث اصغر نیاز دارند و به وسیله غسل به پاکی از حدث اکبر نیاز دارند و عربها جاری کردن و روان کردن آب بر چیزی را غسل می نامند، در حالی که فقها نیز در تعریف اصطلاحیشان روان کردن آب بر بدن که بر صفت ویژه‌ای است و به غرض تعبد برای الله تعالی می باشد را نیز غسل نامیده اند و وجوب غسل در حالات معینی واجب می گردد که اول آن خارج شدن منی می باشد به دلیل فرموده خداوند متعال و اگر جنب بودید خود را پاک کنید، سوره مائده آیه 6، و به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم به حضرت علی رضی الله عنه اگر به شدت خارج شد باید غسل کنی و فزغ الماء یعنی خروجش به شدت بود که غرض از آن منی می باشد، به روایت ابو داود نداشت بر وی بنابراین اگر از خواب بیدار شد و دید احتلام شده ولی منی خارج نشده بر وی غسل نیست. اگر پس از بیدار شدنش منی خارج شد غسل لازم است. همچنین اگر آثار منی را در لباسش دید ولی احتلام را به خاطر نداشت بر وی غسل واجب است به دلیل خروج منی از وی. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آب از آب است، به روایت مسلم، یعنی غسل از خروج منی است. ولی اگر منی به علتی و یا به سبب بیماری بدون شهوت خارج شود غسلی بر وی نیست، چنانچه اگر جنب بود و غسل کرد پس از آن از وی منی خارج شد اعاده غسل بر وی واجب نیست، زیرا که این خروج منی به طور اغلب بدون شهوت است و برای احتیاط وضو بکند. و اما دومین موجب غسل همانا آمیزش و همبستر شدن است که علما چنین تعریف کردند: آلت تناسلی مرد و زن در وضعی با هم باشد که سر آلت مرد به داخل فرج زن پنهان گردد اگرچه منی انزال نشود، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم اگر موضع ختنه تجاوز کند موضع ختنه را غسل واجب شده است، به روایت ترمذی. و غسل کردن با اسلام آوردن کافری نیز واجب است، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به قیس ابن عاصم هنگامی که مسلمان شد امر فرمودند تا غسل کند، به روایت ابو داود. همچنین با انقطاع خون حیض و نفاس بر زنان غسل کردن واجب است، به دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به فاطمه بنت ابی حبیش فرمودند وقتی حیض پیش آید نماز را ترک کن و هرگاه برگشت و توقف کرد غسل کن و نماز را ادا نما، به اتفاق بخاری و مسلم. و علما بر این که نفاس در حکم حیض می باشد اجماع دارند. زمانی که زندگی شخصی پایان می یابد و مرگ به سراغش می رسد بر خانواده‌اش واجب است تا او را غسل دهند، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث غسل دادن زینب دختر آن حضرت هنگامی که وفات یافت: 3 بار بشویید و یا 5 بار و یا بیشتر از آن بشویید اگر لازم دیدید، به اتفاق بخاری و مسلم. و به مجرد این که یکی از موجبات پیش گفته غسل واقع شود مسلمان باید به مکان غسل برود و بر وی واجب است تا آب را بر بدنش به هر وصفی که باشد به غرض غسل کردن جاری سازد، ولی مستحب است که از وصف غسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی کند، چنانچه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بیان کرده و فرموده آبی برای پاکی از جنابت به رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتند، با دست راستشان به دست چپش 2 بار و یا 3 بار آب ریختند، پس از آن آلت تناسلیشان را شستند و بعد از آن با دستانشان 2 بار و یا 3 بار به زمین و یا به دیوار زدند، پس از آن مزمزه و استنشاق کرده و صورت و دستانشان را تا آرنج شستند.
بعد از آن بر سر خود آب ریختند و سپس بدنشان را شستند. پس از آن اندکی به گوشه رفته و پاهایشان را شستند. پارچه‌ای برایش آوردم، آن را نگرفتند، با دستانش آب را پاک می‌کردند. به روایت بخاری. و یا 3 بار به زمین. و چگونگی غسل از این قرار است: 1. انسان هر دو کف دست را 2 بار و یا 3 بار می شوید. 2. پس از آن آلت تناسلی خود را می شوید. 3. سپس دستش را 2 بار و یا 3 بار به زمین و یا دیوار می زند. 4. پس از آن مانند وضوی نماز وضو می گیرد. 5. بعد از آن آب بر سرش می ریزد. 6. پس از آن سایر اعضای بدنش را می شوید. 7. سپس به گوشه‌ای می رود و پاهایش را می شوید. در رابطه با غسل برخی مسائل باقی مانده. اول آن این است که زنان در هنگام غسل کردن از جنابت و یا قاعدگی مجبور به باز کردن گیسوانشان نیستند، بلکه با ریختن آب بر سر که به بیخ موهایشان برسد کفایت می کند. زیرا که ام سلمه رضی الله عنها فرمود: به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم من زنی هستم که گیسوانم را سخت می بافم، آیا برای غسل جنابت آن را باز کنم؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، بلکه 3 بار آب بر سر خود بریز و پس از آن به سایر بدن خود آب بریز تا پاک شوی و سپس به موضعی که خون از آن می چکد بمالد. ام المؤمنین علما گفتند زنی که از حیض و نفاس پاک شده غسل می کند، برایش مستحب است که قطعه پنبه و یا مانند آن را به مشک و یا خوشبویی معطر سازد و سپس به موضعی که خون از آن می چکد بمالد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کند که اسما رضی الله عنها از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد غسل پس از حیض پرسید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند یکی از شما آب و سدر را مهیا می کند، پس از آن که خود را خوب پاک کرده بر سرش آب می ریزد و خوب می مالد تا به پوست سرش برسد، پس از آن بر خودش آب می ریزد و بعد از آن با پنبه معطر شده خود را با آن پاک می کند. اسما گفت چگونه خود را پاک می کند؟ فرمودند سبحان الله، و با آن خود را پاک می کنی. عایشه گفت مانند این که آن را به آثار موضع خون آن را می کشی تا مخفی گردد. ملاحظه مهم این است که علما گفتند هرگاه مسلمانی از جنابت غسل کرد با آن غسل می تواند نماز بخواند، چه نیت وضو را کرده باشد یا نه، و در حال جنابت نماز بر مسلمان حرام است، به دلیل فرموده الله متعال که فرمودند ای کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید در حالی که شما مست باشید تا زمانی که آنچه را میگویید بدانید، و همچنین اگر جنب بودید تا زمانی که غسل کنید مگر اینکه عابر سبیل باشید. سوره نساء آیه 43. همچنین طواف کعبه نیز بر وی حرام است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند طواف بیت الله به منزله نماز است، و همچنین لمس کردن مصحف یعنی قرآن نیز بر وی حرام است، به دلیل فرموده خداوند متعال که فرمودند به جز از پاک شدگان آن را لمس نمی کند. سوره الواقعه آیه 79. و فرموده آن حضرت که فرمودند مصحف را جز پاک کسی دیگری لمس نمی کند. و همین طور است حکم قرائت قرآن بر جنوب. از علی رضی الله عنه روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم از بیت الخلا بیرون می شدند برای ما قرآن می خواند و با ما گوشت می خوردند. هیچ چیزی مانع خواندن قرآن نمی شد اگر جنابت نبود. اگر جنوب بودید تا زمان و در حال جنابت توقف بر مسجد نیز حرام است، به دلیل فرموده الله متعال ای کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید در حالی که شما مست باشید تا زمانی که آنچه را میگویید بدانید، و همچنین اگر جنوب بودید تا زمانی که غسل کنید مگر اینکه عابر سبیل باشید. نساء 43. و غیر از غسل جنابت که واجب است بر مسلمان مستحب است تا برای جمعه نیز غسل کند، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی برای جمعه وضو کرد خوب است
و کسی که غسل کند پس غسل بهتر است. همانطور غسل برای احرام بستن عمره و حج نیز مستحب است. از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را دیده است که برای احرام لباسشان را از تن بیرون کرده غسل نمودند. غسل کردن پس از غسل دادن مرده نیز مستحب است، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه وسلم کسی که مرده را غسل داد باید خودش نیز غسل کند. غسل کردن بعد از هر بار آمیزش مستحب است. برای همه یک غسل نمی کنید؟ فرمود این از ابی رافع رضی الله عنه روایت است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم روزی با همسرانشان آمیزش کرده نزد هر یک از آنان غسل نمودند. راوی می‌فرماید گفتم ای رسول الله برای همه یک غسل نمی کنید؟ فرمود این خوبتر و پاکتر و تراوتمندتر است.